أردني ذنبي تعلل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدید برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. همکار عزیزم استاد فضل الحق سلیمانی را مثل همیشه کنار خود دارم. در آغاز سلام های گرم و داغ خود را خدمت استاد سلیمانی عزیز تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. بنده هم خدمت شما برادر عزیزم استاد رحیمی بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم در این محفل آنچه که سبب رضای الله متعال است بر زبان ما جاری بشه. آمین. ببخشید فراموش کردم که سلام بیننده ها را خدمتتان تقدیم کنم، از طرفشان نیست. عرض سلامت. منم از طرف شما بینندگان عزیز و علیکم السلام. تشکر. سلامت باشید بیننده های عزیز. البته از چندین قسمت برنامه زلال ایمان با ما هستید و میدانید ما در مورد اسماء الحسنا یا بعضی از نامهای زیبای الله متعال بحث داشتیم. بحث ما در مورد اسماء الحسنا یا نامهای زیبای الله متعال از آنجا آغاز شد که ما در برنامه زلال ایمان به تعریف ایمان پرداختیم. وقتی که ایمان را تعریف کردیم، همان تعریفی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث معروفی که به نام حدیث جبریل معروف هست برای کسی که آمد و از پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد ایمان پرسید و پیامبر صلی الله علیه و سلم برشان ایمان را تعریف کرد، آنجا گفته بودند الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی. ارکان ششگانی ایمان را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در تعریف ایمان آنجا ذکر کردند. اولین و اساسی ترین رکن از ارکان ایمان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث جبریل و در آیات متعدد قرآن کریم نیز به آن اشاره می شود ایمان به الله متعال هست. ما در معرفی الله متعال برنامه‌های متعدد رفتیم در مورد توحید ربوبیت، توحید الوهیت و سپس توحید اسما و صفات که الله متعال را باید از خلال نامهای زیبایش و از خلال صفات عالیش بشناسیم. البته ما نمیتونیم تمام اسماء حسنا، نامهای زیبای الله متعال که در قرآن کریم و احادیث صحیح مصطفی صلی الله علیه و سلم وارد شده است بپردازیم. به بعضی از اسماء حسنای الله متعال پرداختیم. در آخرین قسمت یا در برنامه گذشته ما در مورد اسم زیبای الرزاق صحبت هایی داشتیم. البته در این قسمت از برنامه زلال ایمان یکی دیگری از اسماء حسنای الله متعال را زیر بحث قرار میدیم و سعی میکنیم تا هفته های بعد باب اسماء الحسنا را ببندیم و به مرحله بعدی برویم. موضوع این برنامه ما هست اسم الحکیم. الحکیم که یکی از اسمای زیبای الله متعال هست. روی این اسم میپردازیم تا بشناسیم که حکیم یعنی چی، بر چی دلالت میکند، معنای الحکیم چی هست، اگر الله حکیم هست یعنی چی که حکیم هست. وقتی که بشناسیم الله حکیم هست چی منفعت برای ما داره، برای به عنوان یک مسلمان، یک مؤمن. وقتی که ما دانستیم و باور کردیم که الله ما ذات حکیم هست یعنی چی، روی این اسم انشالله بحث خواهیم داشت. استاد سلیمانی عزیز میشه برای ما در ابتدا اگر الحکیم را یک معنای مختصری از اسم الحکیم داشته باشید؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. درباره اسم مبارک الحکیم که یکی از اسمهایی است که بسیار مهمه از اسمهای الله متعال، اسما و صفات الله متعال، اسمی که دلالت بر یک صفت داره. در قرآن کریم اسم الحکیم بیش از 90 مرتبه بیان شده و اگر ببینیم در قرآن کریم بیش از 90 مرتبه ما لفظ و اسم الحکیم رو داریم که غالباً به همراه اسمهای دیگری میاد. درست. الحکیم ما به عنوان نمونه مثلا 40 و حدوداً 6 مرتبه این اسم رو با اسم العزیز داریم، العزیز الحکیم. درست. این تعبیر در قرآن برای مسلمانان و برای ما بسیار آشناست. و هو العزیز الحکیم.
در بسیاری از آیات قرآن کریم می‌بینیم که پایان آیه و گفتم در 46 آیه حدوداً ما العزیز و الحکیم رو با هم داریم. این تعبیر با هم میاد. همچنین در حدود 37 آیه باز تعبیر العلیم الحکیم رو داریم که اسم العلیم هم به همراه حکیم ذکر میشه که باز خود این کنار هم قرار گرفتن این اسمها هم باز نشانه بر یک لطافت هایی داره، نشانه از یک عظمت هایی داره و نشانه از نکات مهمی که انشاءالله اگر وقت برنامه اجازه داد بهش اشاره خواهیم کرد. و باز میبینیم که همین اسم عظیم، اسم الحکیم، این اسم بزرگ و این اسم پرمعنا با تعبیر الخبیر هم میاد و هو الحکیم الخبیر. درست. به این تعبیر هم استفاده میشه و در کنار واسع هم میاد و کان الله واسعا حکیما. با این تعبیر هم در قرآن کریم استفاده میشه و خود اسم الحکیم از اونجایی که گفتیم در قرآن کریم بیش از 90 مرتبه اشاره شده و ذکر شده، خب نشان از این داره که مهم است. درست. و اسم مهم است و خود این اسم از اون اسم‌هایی است که در ارتباط بنده با الله متعال نقش بسیار مهمی داره، خیلی پررنگ نقشش، و از اون اسم‌هایی است که ما در زندگی خیلی بهش نیاز داریم، خیلی بهش ارتباط داریم، خیلی باید در این موضوع بیایم و تفکر بکنیم و بیاندیشیم و سعی بکنیم این معنا و مفهوم و حقیقتش رو در زندگی خودمون پیاده بکنیم. درست. الحکیم وقتی که 90 بار الله متعال در قرآن کریم این موضوع رو تکرار میکنه، خود اسم الحکیم فقط میاد. حالا باز ما در معنی که داخل بشه میبینیم که مشتقاتش هم باز زیاد استفاده میشه در قرآن کریم. خود این اسم دلالت بر این داره که نکته بسیار مهمی است که باید ما نسبت به اعتقاد و ایمانی که به الله متعال داریم، در ایمان به الله متعال و برداشتمان از الله متعال در راه شناخت الله متعال به این مهم اشاره بکنیم که الله متعال چی است؟ الحکیم است. الحکیم، خود کلمه الحکیم، خب تمام کلماتی که بر وزن الفعیل میاد میدونیم که دلالت بر مبالغه میکنه و دلالت بر کثرت میکنه و دلالت بر کمال یک صفت میکنه. ما وقتی که خود کلمه الحکیم رو بخوایم معنا بکنیم، دو تا دلالت بسیار مهم داره و دو معنای بسیار مهم داره به تعبیری ساده تر. یکی این که کلمه الحکیم رو ما اگر بخوایم معنا بکنیم، یکی از حکم گرفته میشه که به معنای کمال حکم برای الله تعالی است، کمال حکم الله تعالی است، و دومی کمال حکمت الله متعال است. حکم یعنی چی؟ الحکیم دلالت بر کمال حکم و کمال حکمت میکنه. کمال حکم یعنی چی؟ کمال حکم برای الله متعال، ما در خلال آیات کلام الله مجید وقتی که نگاه میکنیم، کلمه حکیم هم مبالغه همون حکم هست به نحوی، حکیم مبالغه حکم هست. حکم وقتی که در خلال آیات بخوایم نگاه بکنیم که حکم به چه معناست، میبینیم که ما در فارسی خودمون هم حکم استفاده میکنیم، میگیم حکمرانی، مثلا حکمرانی میکنه. این حکمرانی رو برای کی استفاده میکنیم؟ غالبا برای رئیس، برای پادشاه، برای رئیس جمهور میگیم حکمرانی میکرد. یعنی چی؟ یعنی که دستور میداد. یعنی چی؟ یعنی اینکه دستورش اطاعت میشد. حکم معنی دستور است، حکم معنی فرمان یعنی است، صاحب امر و نهی باشه. صاحب امر و نهی هست. دقیقاً همون تعبیری که شما خلاصه فرمودید. ما در آیات کلام الله مجید وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که الله متعال میفرماید ان الحکم الا لله. ان الحکم الا لله. حکم فقط از آن الله متعال است. الله متعال این را هم در نظر بگیریم که ما وقتی که صحبت از اسم حکم الحکم میکنیم، الحکم هم یکی از اسمهای الله متعال است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت صحیح فرمودن ان الله هو الحکم. الله متعال است که خودش الحکم هست، الحکم. و حتی صحابی بود، حالا بعد خود این روایت هم این است که صحابی ازشون پرسیدن که نام چی است، گفت که اسم من ابوالحکم هست، من اسمم ابوالحکم. فرمودن که ان الله هو الحکم. حکم اصل الحکم الله تعالی است. ابوالحکم گویی که انگار که ابوالحکم، ما در عربی کلمه ابو به معنی صاحب هم استفاده میشه خیلی وقتا، یعنی صاحب حکم و حکم. الله متعال الحکم هست. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن که مناسب نیست که کسی خودش رو ابوالحکم بنامه که این تشابه نشه با اون صفت و اون اسم الله متعال. گفتن تو فرزندی داری؟ گفت بله، اون چندین فرزند دارم. بزرگش نامش چیه؟ گفت شریح.
و فرمودن که تو ابو شریح هستی نه ابوالحکم. درست. از اون روز بعد دیگه گفتن چرا تو ابوالحکم بهت میگن؟ گفته به خاطر این که من، این هم در معنی حکم و حکم به ما کمک میکنه خود این کلمه. درست. که اون گفت، اون صحابی فرمود که من وقتی اختلافی، درگیری، مشکلی پیش میاد بین قوم، من رو حکم قرار میدم. من حکم قومم، فیصله کننده. یعنی فیصله، حکم داور هم به معنای داور میاد، به معنای فیصله کننده میاد، به معنی کسی که حکم میکنه، کسی که حرف آخر رو میزنه، کسی که در یک جریانی، در یک قضیه نزاعی حرف آخر رو میزنه. حرف آخر مال اوست، حرف اوست. این میگن حکم. حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودن که تو ابوالحکم نیستی، تو ابو شریح، به آخر که ابو شریح لقب گرفت. الان ما با همین تفصیلی که رسول صلی الله علیه و سلم در خلال این روایت به ما معانی این حکم و حکم رو معرفی می‌فرمایند، الحکم، می‌بینیم در خلال آیات قرآن کریم هم شبیه این رو ما داریم که این الحکم الا لله، یعنی الله متعال هست که حکم نهایی رو میده در عالم. حکم الله تعالی است. و باز می‌بینیم که الله متعال در سوره مبارکه تین می‌فرماید الیس الله باحکم الحاکمین. احکم حاکمین الله تعالی است. ما درست حکم هایی داریم، قاضی، به حال جای حکم، اینها مثل حکم میشن. مثل مسئله رئیس جمهور هست، پادشاه احیانا حکم میشه. مثل کلمه جریان مالک یوم الدین، الملک، اسم الملک بر الله متعال که گفتیم ملک در دنیا هم ما ملک داریم، اما الملک اونی که مالک الملک هست، اونی که مالک یوم الدین هست، اونی که روز قیامت الله متعال فرمود لمن الملک اليوم، اینها خاص الله تعالی است. حکم هم الیس الله باحکم الحاکمین، الله تعالی آیا اون بهترین حکم کنندگان نیست؟ احکم الحاکمین، محکمترین حکم الله متعال داره. این حکم الا لله. افغیر الله ابتغی حکما، آیا غیر از الله متعال من حکم دیگری داشته باشم؟ باز ما در آیه دیگری باز داریم و هو خیر الحاکمین، بهترین حکم، بهترین حاکمین الله متعال است. این که کمال، که الحکیم دلالت میکنه بر کمال حکم بر الله متعال، یعنی این که در عالم اول و آخر که حکم میکنه، که اون ذاتی که حکم میکنه و حکمش در عالم اجرا میشه الله متعال است. اون ذاتی که متصرف در امور عالم هست و همه اختیار عالم به دست اوست الله متعال است. ولا یشرک فی حکمه احدا. ببینید اینجا هم حکم دیگه، گفتیم حکم همون حکم، کمال حکم رو میرسونه. الله متعال میفهمد من الله با عظمتم که در تمام عالم حکمرانی میکنم، یعنی چی؟ تمام ذره ذره عالم به اختیار الله تعالی است و امر و نهی الله متعال بر او جاری است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر الله متعال وقتی اراده بکنه الله متعال تا یک امری انجام بشه، کافیه که بهش بگه انجام شو، انجام میشه. این اون حکمه، این اختیاری که بر عالم داره، یعنی ذره ذره عالم فقط در اختیار الله متعاله. فقط الله متعاله که بر عالم اختیار داره و حکمرانی میکنه و حکمش در عالم اجرا میشه. ولا یشرکو فی حکمه احدا، هیچ احدی رو، ببینیم احدن یک تنوین داره آخرش، احدن دیگه، لا هم در ابتدا میاد. ما یه قاعده در عربی داریم که هر وقت نکره، اون احدن نون تنوین نکرهش تحت نفی بیاد یا شرط بیاد یا استفهام بیاد در سیاق این ستا، یفید العموم، یعنی اینکه اصلا دیگه غیر از این وجود نداره، از امکان هیچی همه چیز داخل داره. ولا یشرک فی حکمه احدا، یعنی به هیچ عنوان هیچ احدی در حکم الله تعالی، در حکمرانی الله تعالی، در ملک الله متعال که کل عالم هست، هیچ احدی رو شریک نکرد. ولا یشرکو شریک نکرده. الله متعال میفهمه من هیچ کسی رو در این که حکم منه، حکم منه، ان الحکم الا لله. به همین خاطره که چون حکم الله تعالی است و هیچ کسی در اون شریک نیست، نه ملک مقربی نه نبی مرسلی، دیگه اینها ملک مقرب و نبی مرسل از عزیزترین هان دیگه، بعد از اینها دیگه پایینتر از اینا به طریق اولا فرشته های مقربی مثل جبرائیل، سیدنا جبرائیل، سیدنا میکائیل علیهم السلام، یا رسول الله صلی الله علیه و سلم و انبیای اولوالعزم و دیگر انبیا که تاج سر همه ما هستن، اینها حتی اینها چون اینها داخلن در این حکم، در عموم این نفی این آیه ولا یشرک فی حکمه احد در سوره کهف، این داخلن هیچ کدوم. پس
حکم فقط از آن الله تعالی است. این الحکم الا لله، حکمرانی فقط از آن الله تعالی است. و چون فقط از آن الله تعالی است، امر الا تعبدوا الا ایه. ادامه آیه اینه دیگه در سوره مبارکه یوسف، ان الحکم الا لله، چون فقط الله تعالی است که حکمرانی میکنه و حکم از اوست و او حکیم است. یک از معانی حکیم اینه، نه الحکیم یک از معانیش گفتیم اینه، کمال حکم برای الله تعالی. امر الا تعبدوا الا ایه، امر کرده که فقط او رو بپرستیم، فقط، غیر از او هیچ کس دیگری نباید پرستید. ذلک الدین القیم، اینه اون دین محکم، پابرجا، اصل، ثابت، اینه دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اما خیلی از مردم متاسفانه این رو درک نکردن که کمال حکم فقط از آن الله تعالی است. این بخش استاد سلیمانی عزیز، ولا یشرک فی حکمه احدا، آخرین آیه سوره کهف است. نه، این آیه 27 سوره مبارکه کهف است که اون ما در سوره مبارکه کهف باز الله متعال میفرماید که پیامبر من بگو که من انسانی مثل شما هستم، انما انا بشر مثلکم یوحى الی، فرق من اینه که من وحی میشه به شما نمیشه، که انما هو اله انما هو اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادت ربه احدا. اونجا باز الله متعال میفرماید در عبادت الله متعال کسی رو شریک نکنید، هر کسی که امید ملاقات الله متعال رو داره. این دو تا معنی، این سه تا با هم جمع میشه. یعنی که ما گفتیم ولا یشرک فی حکمه احدا، هیچ کسی در حکم باش شریک نیست، پس چون شریک نیست ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایه، فقط باید الله متعال رو پرستید، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، یعنی اینکه به عبادت الله متعال کسی رو ما شریک نکنیم. الان این معنی اول که کمال حکم. بس الحکیم، یکی از معانی الحکیم وقتی که میگیم یعنی کمال حکم بر الله تعالی است، کمال حکم روایی، کمال حکم روایی و الله تعالی است که فقط حکم میکنه و حکم الله تعالی کسی حق نداره که حکم الله متعال رو بیاد چیکار بکنه. الان ما کسی که حکم میکنه روی حکم الله متعال کسی دیگه حق نداره حکم بکنه. ما یک قاضی مثلا حکم میکنه، یک کسی بالاتر از او پادشاه رئیس جمهور روی حکم او حکم میکنه، حکم او باطل میشه، خب به خود زور اون بالاتر بیشتره دیگه. اما والله یحکم لا معقب لحکمه، الله تعالی حکم میکنه ولکن لا معقب لحکمه، کسی دیگه نمیتونه حکم الله تعالی رو به تأخیر بندازه، پشت سر بیاندازه، عقب بیاندازه، ابدا. لا معقب لحکمه و هو سریع الحساب. والله یحکم، الله متعال هم حکم میکنه، ولا والله یحکم لا معقب لحکمه. اما برای الله متعال اینطوری نیست که الله متعال که یک حکم میکرد کسی جرأت بکنه در عالم در برابر حکم الله متعال حرفی بزنه. فالحکم لله العلی الکبیر. این تعبیر ببینیم همش از عظمت، همش از جبروت، همش از قدرت داره صحبت میکنه کلمه الحکیم. حکم فقط از آن الله تعالی است، اون ذاتی که العلی بلند مرتبه است، الکبیر خیلی عظیمه. و درباره حکم پس معنی اول الحکیم این شد که کمال حکم از برای الله تعالی است. درست. ما تا اینجا چی میفهمیم از الحکیم؟ این معنی اولش رو، یعنی اینکه فقط در عالم الله تعالی است که صاحب اختیار عالمه و حکم امر و نهی میکنه بر ذره ذره عالم و کسی دیگری در برابر الله متعال نمیتونه حکمی بکنه. وقتی الله متعال حکمی صادر کرد دیگه حکم دیگری در عالم وجود نخواهد داشت با روایتایی که ما گفتیم. و به غیر از الله متعال هم ما نباید برای خود حاکمی برگزینیم که تمام اختیار زندگی خود رو به او بدیم، یعنی تمام امر و نهیش قابل اطاعت باشه برای ما و تمام وجود ما در اختیار او باشه و بدونیم که بر ذره ذره وجود ما و تنها کل عالم، نه تنها وجود ما بلکه کل عالم تصرف داره. این پس معنی اول الحکیم هست که کمال حکم الله متعال رو ثابت میکنه. معنی دومی که حالا اون معنی رو ما فعلا بیشتر بهش نیاز داریم. غالبا تو معنی اول کمال حکم نسبتاً از بحث الخالق، المالک، مالک یوم الدین، رب العالمین، در این موارد هم ما درباره صحبت کردیم و نسبتاً این مسئله حل شده تره. درست. برای خیلی از ما که فقط الله متعال است که صاحب اختیار کل عالم و امر و نهی میکنه و حکمش به هر حال جاری هست و ساری بر کل موجودات عالم. معنی دوم گفتیم کمال حکمت. گفتیم معنی اول کمال حکم، معنی دوم کمال حکمت. کمال حکمت، خود حکمت چی اصلا؟ خود حکمت رو توضیح بدیم. حکمت چیزی که الله متعال میفهمد که یؤتی الحکمت من یشاء، الله متعال به هر کسی که بخواد حکمت میبخشه.
بندگان. حالا فعلا پیش بنده ها صحبت کنیم. ولله المثل الاعلی، مثال الله تعالی خیلی بالاتر. الله متعال یؤتی الحکمت من یشاء، به هر کسی که بخواد حکمت میبخشه. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، به هر کسی که حکمت داده بشه به او خیر بسیار زیادی داده شده. حکمت چیز ارزشمندیه. پس الله متعال میفرماد من به هر کسی بخوام حکمت میدم و کسی که به او حکمت داده بشه، این حکمت کسی که بهش داده بشه خیر بسیار زیادی بهش داده شده. و جالبه که این حکمت در خلال این آیه که ما بهش اشاره کردیم که آیه 279 سوره مبارکه 269 سوره مبارکه بقره هست، در خلال آیات ما قبل و ما بعدش اینها همه آیاتشی هست، آیات انفاقه. از آیه 260 شروع میشه تا آیه 260 تا آیه 274 اینا همه مهمترین آیات انفاق در قرآن، احکام انفاق، 3 صفحه کامل هست. و این آیه در بین آیات انفاق است. قبلش پول هست، انفاق و بخشش و بذل و بخشش، بعدش هم هست انفاق و بذل و بخشش و پول هست. این وسط الله متعال از حکمت صحبت میکنه. حکمت اگر به کسی داده شد از ثروت مالی خیلی ارزشمندتر است. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. ببینید خیر کثیر الله متعال میفهمه. در خلال آیات انفاق یک دفعه میاد الله متعال بحث از حکمت میکنه. خیلی دستشون خالیه، الله تعالی بهشون مال نداده اما چی داده؟ حکمت داده. اما بهشون این قدرت رو داده. این حکمت چی هست؟ حکمت معانی مختلفی داره. بعضی وقتا حکمت در قرآن کریم برای سنت هم به کار رفته، یعنی روش انبیا، راه و روش انبیا. و در روایت‌های مختلف لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمت. این حکمت اینجا مراد از چی است؟ سنت، راه و روش انبیا، اون روشی که انجام میدادن. اما معنی شامل ترش حکمت انجام یک فعل مناسب، فعل مناسب در زمان مناسب و وقت مناسب به اندازه مناسبش، به مقدار مناسبش. یک کاری انسان انجام میده، دقیقاً این کار رو برای یک شرایط خاصی هست، یک وقت خاصی هست، بدونه که این چه موقع انجام بده، چگونه انجام بده، چطور انجام بده، چه وقت انجام بده، کجا انجام بده و بهترین وجه انجام بده. ما به معنی ساده‌ترش اگر بخوایم بگیریم، ما در فارسی خودمون چی میگیم؟ بیایم به فارسی زبان خودمون تا بهتر درکش بکن. ما میگیم فلانی حکیمه. حکیم به کی میگیم؟ غالبا کسانی که الان در طب سنتی مثلا از گیاهان و داروها و میان مثلا برای بیماری ها استفاده میکنن، این رو ما در ادبیات فارسیمون هنوز هم میگیم فلانی حکیمه. طبیبای طب سنتی کسایی که انجام میدن از داروها و از گیاهان و از علفها و اینا، مثلا از گل و درخت و اینا یک داروی درست میکنن. گیاها رفتن اینا که یک دفعه چشمم اینا افتاد، یادم افتاد اینا پلاستیکیه. بعد از این به هر حال آنچه که در طبیعت هست میاد چیکار میکنه؟ میدونه که چی برای چی و چقدر و چطور مناسبه. نه، این حکمته. درک درست، تدبیر درست، فهم درست، به همراه این که انسان میدونه که چطور درست کنه، چه وقت درست کنه، به چه شکلی درست بکنه، یک شیئی چه چیزهایی نیاز داره کن رو درست بکنه. اینها همش میشه حکمت. الله متعال میفهمد ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، دعوت کن با حکمت. یعنی چی؟ شما دعوت میخوای بکنی، هدف دعوته، بفهمی که چطور دعوت میکنی، بفهمی که کی مخاطب شما است، کی را شما چه کسی رو دعوت میکنی، بفهمی که چگونه دعوتش بکنی، بفهمی که چه وقتی دعوتش بکنی، بفهمی که کجا دعوتش بکنی. اینا همه مهمه. وقتی ما از دعوت صحبت میکنیم اینجوری نمیشه که آدم همینجوری سرشو بندازه پایین، هر وقت و ناوقتی، هر زمانی و هر جوری که دلش خواست دعوت بکنه. زمان مناسب، مکان مناسب، شکل مناسب، ادای مناسب، طریقه بیان مناسب، اینها معانی حکمت است. درست. برای الله متعال ولله المثل الاعلی. وقتی برای الله متعال میگیم که کمال حکمت برای الله متعال یعنی چی؟ چطور الله متعال کمال حکمت داره؟ الحکیم، وقتی میگیم الله متعال حکیمه، الحکیم یک اسم دیگه، یک صفتی رو برای ما بیان میکنه. این صفت چی است؟ صفت حکمت است. حکیم الحکیم، اسم حکیم دلالت بر صفت حکمت برای الله متعال میکنه. همچنین صفت حکم قبلا، صفت الحکم که قبلا گفتیم، کمال اینها رو، چون گفتیم همه اسماء الله تعالی دلالت بر کمال میکنن. کلمه کمال خود به خود در اون داخل است. کمال حکمت و کمال حکم. برای الله متعال وقتی یک صحبت از حکمت میکنیم یعنی چی؟ کمال، وقتی که کمال حکمت میگیم دو تا موضوع درباره الله متعال مطرح میشه. کمال خلقت
حکمت در خلقت، یعنی الله متعال در تمام آنچه که خلق کرده است حکیم است، یعنی کمال حکمت رو به خرج داد، کمال حکمت انجام گرفته در خلق الله متعال. درست. این معنای اوله، حالا توضیحشو میدیم. معنای دوم کمال حکمت در شرع الله متعال. الله متعال موجودات رو خلق کرده و الله متعال خب برای همه چیز رو که خلق کرده برای اینها باز یک برنامه زندگی گذاشته. بله. ما اون رو بهش میگیم شرع، ما اون رو بهش میگیم حالا هر دین. کسی آیین، دین و حالا تعابیر مختلفی که براش استفاده میشه. اعطا کل شیء خلقه ثم هدى. همه چیز رو خلق کرده، بعد برای هر چیزی هم برای خود یک برنامه زندگی گذاشته، یک دستورالعملی گذاشته که زندگی میکنه. این دو بود. حکمت الله متعال چطور در اینها تجلی میکنه؟ کمال حکمت الله متعال در خلقش یعنی چی؟ الله متعال خالق همه چیز است. الله خالق کل شیء. در این که کسی شک نداره. حتی ابو جهل هم به این اعتراف داشت، مگه نه؟ یقینا. ابو لهب هم به این اعتراف داشت. ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر از اونها بپرسی که خالق آسمان و زمین که قطعا حتما یقینا خواهند گفت الله متعال. با سه تا تاکید، لام تاکید و نون تاکیده، ثقیله که دو تا تاکید است. تمام آسمان و زمین رو الله متعال خلق کرده. اما آیا این خلق الله متعال در خلق الله متعال نقطه ضعفی وجود داره؟ به تعبیر ساده تر، آیا الله متعال که خلق کرده تمام عالم رو کسی میتونه بیاد بگه الله متعال نعوذ بالله فلان چیز رو که خلق کرده اینجا یک مشکل اساسی وجود داره که تمام این موجوداتی که این مدل این در این راسته هستن، در این کارخانه، این بخش کارخانه خلق شدن، همه این مشکل دارن؟ آیا اینطوری کسی میتونه نقطه ضعفی پیدا بکنه؟ ما مثلا مثال ساده ترش کنیم. یک کارخانه یک مدل ماشینی میزنه، مدل فلان سال ماشین فلان، یک شرکت بزرگ کارخانه ماشین ساز. بعد یک مدت میگه آقا ما فلان مدل فلان ماشین فلان سالی که ما زدیم در فلان بخش سیستم فلان برقش یا حالا بنزینش یا آب و سردش یا کولرش یا موتور هرجش یک مشکلی وجود داشته و تمام این ماشین ها رو میتونید با نمایندگان مراجعه بکنید، ما این رو حل میکنیم. آقا این از ذات خلقتش مشکل داشته، ذاتش مشکل داشته. آیا الله متعال موجوداتی رو که خلق کرده است، تمام آسمان ها و زمین رو، آیا بدون حکمت بوده است؟ آیا کاری که در خلق انجام شده برخلاف حکمت بوده؟ آیا کسی نقطه ضعفی میتونه از خلقت الله متعال پیدا بکنه؟ ما یک سری مواردی داریم که الله متعال برخی از موجودات رو به خاطر آزمایش برخی موجودات دیگر مثل انسان ها مثلا یکی به دنیا میاد فلج هست، اینا ما این یک موضوع کاملا مستقل و جداست. دقیقاً. اما انسان به عنوان یک انسان سالم، اونجا هم کمال حکمتش اون هم بحثی است، اونم حکمت هاست توش. حالا چه حکمت هایی است اون رو باز بحث طولانی است. الان ما الله متعال خلاصه کنیم موضوع در سوره مبارکه ملک، یعنی پادشاهی دیگه، نه ملک یعنی پادشاهی، ابتدای جزء 29 الملک تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. مبارک است اون ذاتی که به دست اوست پادشاهی آسمان ها و زمین، ملک آسمان و زمین و او بر هر چیز قادر است. بعد جلوتر چی میفهمد؟ چند آیه پایین میفرماید که الله متعال آسمان ها و زمین رو خلق کرده، نه؟ خلق سبع سماوات طباقا، 7 طبقه بالا هم آسمان خلق کرده. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. دوباره تکرار میکنم. خلق سبع سماوات طباقا، الذي خلق سبع سماوات طباقا. 7 طبقه آسمان خلق کرده که تمام آنچه که ما میبینیم یک طبقه از ایناست. ما ترى في خلق الرحمن، در خلق الله الرحمن، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، در خلق الله الرحمن شما کوچکترین تفاوت، این تفاوت اینجا یعنی چی؟ یعنی نقطه ضعف، خلل. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر، نگاه بنداز، نگاهتو بنداز. تعبیر ساده ترش فرجع البصر یعنی نگاهتو بنداز. هل ترى من فطور؟ آیا جای مرجع البصر کرتین، اون بعدش دوباره هنوز این دستور اوله، نه؟ فرجع البصر هل ترى من فطور، نگاه بنداز.
آیا نقطه ضعفی میبینی در آفرینش آسمان ها و زمین؟ میبینی جایی که خالی از حکمت باشه، قدرت و عظمت نباشه، دقت نباشه، عظمت و شگفتی نباشه و این زیبایی ها و لطافت نباشه، این ظرافت ها نباشه؟ تک تک موجودات عالم، یک پشه، یک مگس، یک مورچه، یک مار، به این بالاترند، یک حیوان، یک چارپا، یک پرنده، یک نهنگ در آب، یک ماهی، یک گل، یک درخت، یک تیکه سنگ، یک سنگ با یک سنگ دیگه. ما الان در بحث‌های امروز دانشگاهی در شیمی چندین عنصر داریم که این آهن یک ویژگی داره، آلومینیوم یک ویژگی داره، دیگه طلا یک ویژگی داره، پتاسیم یک ویژگی داره، اون یک ویژگی. اینها رو الله متعال میفهمد. شما نگاه بکنید، خلق الله تعالی است و نیست؟ هل ترى من فطور؟ جایی میبینید که کاری کرده باشه الله متعال که به دور از تدبیر باشه، به دور از حکمت باشه؟ ثم ارجع البصر مرتين، دوباره نگاه بکن پشت سر هم. یک بار که دیدی نه قبول نیست، یک بار بازم نگاه کن، بازم نگاه کن و بازم نگاه کن. این اندهی پشت سر هم نگاه کن. ینقلب الیک البصر، کسانی که الله متعال میفهمند من خلق کردم با حکمت، با تدبیر، با دقت، با لطافت، با ظرافت، با عظمت و شگفتی. شک داری؟ نگاه کن ببین. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم، در زمین نشانه هاست برای اهل یقین. در وجود خودت نگاه کن ببین این دستگاه گوارشت، این نظمی که دستگاه گوارش داره، این دستگاه گردش خونت، رگها، قلب، شاهرگ، مویرگ. برو در سیستم بحث عضلات و حرکت عضلات، برو در سیستم دستگاه عصبی، برو در سیستم شنوایی، برو در سیستم بینایی، برو در سیستم چشایی، برو در موضوع پوست. ذره ذره وجود انسان، آیا الله متعال در خلقت انسان، ببینید با چه عظمتی الله متعال، آیا شیء اضافی در بدن وجود انسان خلق کرده الله متعال؟ چیزی به درد نخور، یا یک چیزی در جای نامناسب باشه، یک چیزی به درد نخور، یک چیزی که نامناسب باشه. یا بگن مثلا آره فرض بکن که این گوش مثلا اگر اینطوری هست، اگر این شکلی می بود بهتر میشنید، یا این چشم اگر که اینجا می بودی که پشت سر بود وضعیتش بهتر بود. ما گفتیم بعض اشیاء مناسب در مکان مناسب در زمان مناسب به بهترین وجه مناسب، این همه معنی حکمت دیگه. آیا الله متعال همچین چیزی وجود داره که امکان داره بهتر از اینی که الان هست بهتر از این می بود؟ این آیا امکان داره که خلق الله متعال که الله متعال خلق کرده، مخلوقاتی که الله متعال خلق کرده، آیا امکان داره که بهتر از این خلق می شدن؟ امکان نداره. اینو من خیلی تاکید میکنم چون روی خیلی صحبت داریم. ثم ارجع البصر مرتين کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. بارها و بارها نگاه کن، چشم تو برمیگره پیش تو دست خالی، خسته، شکست خورده. خاصه یعنی شکست خورده. و هو حسير. اصلا هر چقدر تلاش بکنی در خلق الله متعال نقطه ضعف پیدا بکنی نمیتونی. بهترین وجه ممکن همینی هست که الان هست. هر مخلوقی که الله متعال خلق کرده از این بهتر امکان نداره که بشه. خلقت از این بهتر امکان نداشت که بشه، چون الله متعال علیمه، الله متعال حکیمه، کمال حکمت پیشش هست، بهتر از هر کسی میفهمه. ما گفتیم که لفظ الحکیم 37 بار با العلیم اومده. این حکمتی که بر مبنای علم مطلق. الله متعال گفتیم که 46 مرتبه لفظ الحکیم به همراه العزیز اومده. حکمتی که به همراه عزت یعنی قدرت داشته، نه که نتونه، قدرت هم داشته و حکمت و علم هم داشته. و خبیره. خبیر باز از علیم یک کمی دقیق تره. خبیر به جزئیاتی که ظاهرا دیده نمیشه در باطن وجود داره، الله متعال به اون هم واقف است. اینها الله متعال میفهمد که آیا در اینها چیزی شما پیدا کردید؟ میتونید پیدا بکنید؟ هرگز نمیتونید. فتبارک الله احسن الخالقین. پس مبارک است الله متعال بهترین خلق کنندگان، نه کسی که از هر کسی بهتر خلق میکنه. اگر کسی مدعای خلق بکنه الله متعال بهترین شد. و الله متعال میفهمد این اگر شما بگردید در خلق من ذره
مشکل پیدا نمیکنه. اینو ما بهش میگیم کمال چی؟ کمال حکمت الله متعال در خلقش. درست. معنی دوم کمال حکمت میمونه در شرع الله متعال. کمال حکمت الله متعال در شرعش، در دستوراتش، برنامه زندگی مخلوقاتش. بسیار خوب. اجازه میتین؟ خواهش میکنم. من برنامه کوتاه برمیگردیم. بله، وقفه کوتاه و برمیگردیم. با ما باشید. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي وتوحيد لأمتنا بحب الصحب والآل من القلب. بستر امتحان است و آزمایش است. خوبی ها و بدی ها عاقبتشون مشخص میشه. ممکنه یه نعمت برای یه نفر سرانجام عاقبتش زوال و بدبختی و گرفتاری باشه و یک نفر سختی و گرفتاری مآل و سرانجامش خوشبختی باشه. معیار خوبی و بدی و مثبت و منفی کجاست؟ همین که من گرفتار شدم بدبختم، خدا دیگه منو نمیخواد. حکمت خدا کجاست؟ در تاریخ که هیچ در قرآن چقدر داستان ها داریم. داستان قارون خداوند برای ما تعریف کرده. خداوند چقدر مال و ثروت به قارون داد، فراوان. اما چه شد؟ سرانجام چه شد؟ آیا اون مال نعمت بود؟ آیا اون مثبت بود یا منفی بود براش؟ منفی بود. به دل زمین رفت، زمین اونو بلعید و در فردای قیامت هم سرازیر جهنم میشه. پیغمبر خدا ایوب علیه السلام 18 سال، نه یک سالو، 18 سال پیغمبر خدا ایوب که ضرب المثل صبر است. خداوند ابتلا و امتحانش کرد، مالشو ازش گرفت، اولادش ازش گرفت، بهش بیمارم کرد. نه یک سال، نه 10 سال، 18 سال. همینو منفی نبود به ظاهر. چه برد؟ قارون برد یا ایوب؟ حتی نام نیک اگر نگاه بکنید جدا از فردای قیامت، نام نیک است که بر جای مونده. ایوب علیه السلام ضرب المثل صبر است. او با صبرش، با شناختش، پس اینو بدونیم که دنیا دنیای ابتلاست. خوبی ها بدی ها ارزیابی بشه بر مبنای و معیار الهی و خود پروردگار جل شأنه. مثبت زمانی مثبت است که قدر اونو بدونیم و الا منفی است، نعمت نیست. و منفی هم مثبت است برای مؤمن، با صبوری، با بندگی، با شناخت. اما خب این قضیه گفتیم کسانی که اهل دنیایند، دنیا پرستن، منکر قیامتن، نمیتونن درک بکنن. امتحان چی؟ او که ایمان به فردای قیامت و بهشت و دوزخ نداره. همه چیز همینه، بهشتش همینجاست. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني
القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي وتوحيد لأمتنا بحب الصحب والآل من القلب. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أردني. ذنبي تعلاني. با سلام دوباره خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی با موضوع اسم الحکیم که یکی از اسمای حسنای الله متعال است خدمت شما عزیزان هستیم در برنامه زلال ایمان. البته استاد سلیمانی عزیز قبل از میان برنامه در مورد دلالت این اسم که دو دلالت گفتن دارند، دو دلالت عمده. دلالت اول بر حکم مطلق الله متعال که کمال حکم از آن الله متعال است و همچنان بر کمال حکمت الله متعال دلالت می کند و کمال حکمت الله متعال را در دو بخش تقسیم کردند که کمال حکمت الله متعال در خلقش و کمال حکمت الله متعال در شرعش. کمال حکمت الله متعال در خلقش را اشاره کردین به آیات از سوره ملک و غیره که الله متعال این کائنات را با این زیبایی و این مخلوقات را با این زیبایی خلق کرده. بهتر از این را کسی نمیتوانه و کسی اعتراضی هم نداره بالای هیچ مخلوق الله متعال که انگشت انتقاد بلند کنه که والله فلان مخلوق الله اینطور خلق شد، اگر اینطور میشد بهتر بود. یعنی امکان ناپذیر است کسی انتقاد کرده بتونه. خب گفتین حکمت الله متعال در شرعش، در شرع الله متعال هم حکمت های نهفته است. چی است؟ بدون شک وقتی که الله متعال الحکیم مینامد خود رو و حقیقت هم غیر از این نیست، الله متعال هم خلقتش با حکمت است و هم شریعتش که برنامه دستور مخلوقین است، به صورت خصوص باز برای انسان ها. وقتی که الله متعال از شرع برای ما صحبت میکنه در کلام گوهربارش در قرآن کریم، ببینیم که الله متعال میفهمد ما جعل الله علیکم من دین و ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. الله متعال در دین برای شما حرج نگذاشته و سختی نیست در دین. حرج یعنی سختی. قرآن کریم وقتی که به عنوان به هر حال برنامه زندگی ما و شرع الله متعال برای ما صحبت میکنه، میبینیم که هر آن چیزی که در قرآن کریم هست هیچ کدوم از اینها با عقل سلیم، با فطرت سلیم مخالفت نداره. هر امر الله تعالی، هر نهی الله متعال، هر چه در قرآن کریم آمده اینها بر مقتضای حکمت است و به نفع ماست الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیان کسی که ما رو خلق کرده خبر نداره که چی برای ما خوب است و چی برای ما بد است، در حالی که او لطیف است و خبیر است. الله متعال شرعش رو که برای ما فرستاده، یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله متعال برای شما اراده آسانگیری دارد و نه اراده سختگیری. الله متعال ما انسانها رو خلق کرده بر بهترین وجه ممکن و اشاره کردیم و گفتیم که الله متعال تمام مخلوقاتش در کمال حکمت خلق شدن. از بین مخلوقات میفهمد ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. نه ما در بهترین شکل ممکن من الله با عظمت انسان را آفریدم. و همچنین الله متعال میفهمد ولقد کرمنا بنی آدم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. من بنی آدم رو کرامت دادم و برتری دادم بر بسیار از خلقی که
من خلق نمودم بر مخلوقات خودم، من بنی آدم رو برتری دادم. انسان رو الله متعال، این انسانی که با کمال حکمت الله متعال خلق شده و ذره ذره وجودش با حکمته، با یک هدفی است. الله متعال ما رو خلق کرده برای یک برنامه زندگی، ما رو بیهوده نیافریده. این خلقت بعید از حکیم که فعلش خالی از حکمت نیست هیچ وقت. الحکیم فعل الحکیم لا یخلو من الحکمه. وقتی کسی اسمش حکیم هست، چرا بهش میگن حکیم هستن؟ چون کاراش بر مبنای حکمته، چون هیچ کارش بی حکمت نیست. یک هدفی هست، یک برنامه‌ای هست، یک خیری در او هست. وقتی الله متعال این دنیا رو با این عظمت و این کمال حکمت خلق کرده، آیا بیهوده آفریده ما رو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا فکر میکنید من الله تعالی شما رو بیهوده آفریدم و سمت من بر نمیگردید؟ نه، این گونه نیست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من خلق نکردم انسان ها و جن ها رو مگر اینکه عبادت من رو بکنن. در آیات مختلف. دقیقاً. الان الله متعال میفهمد کمال حکمت من در خلقت، کمال حکمت الله تعالی در خلق اقتضا میکنه که بیهوده نیافریده ما رو. الله تعالی بیهوده نیافریده ما، اصلا این از حکمت الله متعال به دور کمال بیهوده آفریده باشه، همینجوری فقط بخوریم و بخوابیم بیاشیم. یک شرعی برای ما گذاشته که این شرع هم چون باز از طرف حکیم است، الحکیم با کمال حکمت است و هر چیزی که در شرع مقدس است با عقل سلیم و فطرت سالم سازگاره و برای این است که ما رو به فلاح برسونه، به سعادت برسونه در دنیا و در آخرت. و این رو ما در آیات فراوانی از قرآن کریم بریم که واقعا اگر کسی به تمام اقتضای دین، به تمام دستورات، اوامر و نواهی الله متعال، حکم الله متعال تن بده، هرگز امکان نداره در دنیا و یا در آخرت این انسان بدبختی ببینه، ولو اینکه در هر شرایطی هم باشه. این مسئله الان به ما یک نتیجه بسیار مهم میرسونه که ما اصلا کلا بیشتر تاکید ما از بیان الحکیم این بخشش هست. درست. این چکیده صحبت ماست. الله متعال الحکیم است. کمال حکم مال اوست، کمال حکمت در خلقتش و کمال حکمت در شریعتش. این معنی الحکیم هست. الله متعال ما رو خلق کرده به بهترین وجه ممکن و به بهترین شکل ممکن. همچنین شریعتی که فرستاده، شریعتش در کمال چی هست؟ در کمال حکمت هست. مثلا یک نمونهش رو الله متعال ما در شریعت اسلام یک شکلی که شاید ظاهرش برای ما تلخه، من یک نمونه میزنم، مثال میزنم. آیه 38 سوره مبارکه، در آیه 38 سوره مبارکه مائده الله متعال میفرماد والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما. دزد مرد باشه یا زن باشه، دستشو قطع کنید. این حکم الله تعالی یا نیست؟ آیه قرآنه. ظاهرش شاید کسی بگه خب بابا این از حکمت به دوره. شاید بعضی از کسانی که بیمار دلن یا نفهمیدن معنی حکمت اینجوری بگن، نه؟ و سرق و سرقتو این یکی از بحث‌های حکمت شرع الله تعالی است. یکی از احکام شرع اینه. بله. دست دزد رو قطع کنید. و سرق و سرقتو، مرد یا زنش، فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا، جزای کاری که کرده نکان من الله، یک توبیخی از طرف الله تعالی است. آخر آیه چی میفهمد؟ والله عزیز حکیم. الله تعالی عزیزه و حکیمه. حکیم، کمال حکمت در شرع، در خلق. الله متعال خودش خلق کرده انسان، خودش میگه دستشو قطع کنید و میفهمد. بعد آخرش هم میگه من حکیم، هم عزیزم، عزت دارم، قدرت دارم. یعنی با من مخالفت بکنید به جایی نمیرسید. چرا؟ ان الحکم الا لله. تمام حکم عالم مال منه. من پادشاه عالم، من مالک عالمم. اگر بخواید با من مخالفت بکنید خودتون ضرر کردید. ان حسنتم انستم من انفسکم و ان اسأتم فلها. خوبی بکنید به خودتون کردید، بدی بکنید به خودتون کردید. اما الله متعال میفهمد دستش رو قطع کنید چون عزیزه، چون مخالفت با امر پادشاه عالم جزاشو میبینه کسی. حکیم چرا ذکر میشه اینجا؟ الله متعال حکیمه. حکمت، الله متعال حکیمه، میدونه که دزدی، وقتی دزد عادت کرد، دستی که به دزدی عادت کرد، به جز قطع شدن راه درمان دیگری نداره. و میبینیم که الله متعال میگه ولقد کرمنا بنی آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. به خاطر یک گوشی چیزی بسیار عادی است، مثلا
به خاطر این دست زیبای این مخلوقی که با این همه کرامت و شرافت باید قطع بشه. الان وقتی که ما میریم پیش یک طبیبی و به علمش، تجربهش، همون حکیمی که گفتیم بعضی وقتا طبیبای سنتی رو بهش میگیم حکیم، چرا؟ بله. چون میگیم که کارش خالی از حکمت نیست. میریم پیش یک دکتری، یک دانه کوچکی اینجا در دست ماست، پشت دست ماست، روی پای ماست، در یک عضوی از بدن ما یک دانه کوچکی در عکس دیده میشه. دکتر میگه این عضو باید قطع بشه. چرا دکتر؟ این یک ذره است، یک انگشت، نصف انگشته. این قابل درمان نیست. این رشد میکنه. این رشد میکنه. اگر این وارد خون بشه، تمام بدن تو رو میگیره. هیچ راهی جز این نداره که این رو قطع بکنی. ما وقتی که میدونیم که این آدم واقعا عالمه، واقعا علم داره، بر اساس تجربه میگه، برای اونم سخته. اونم راضی نیست به این کار. دوست نداره این کار رو. دوست نداره. درسته؟ دوست نداره که این کار بشه. اما الان راهی جز این نیست. تقاضای حکمت اینه که بقیه رو ما نجات بدیم. این یک عضو فدا بشه تا بقیه عضوها نجات پیدا بکنن. آیا کسی اینجا میگه که فعلا این طبیب آدم ظالمی هست، این طبیب عادل نبود، این طبیب خیر من رو نمیخواست؟ تشکرم میکنیم ازش. تشکرم میکنیم که همون کسی که دستش قطع میشه تشکر میکنیم جناب دکتر والله به داد من رسیدی، وگرنه این من از بین میبرد، از پادر میآورد. الله متعال خودش میدونه حکمت. وقتی میگیم حکیم یعنی این. بعضی وقتا الله متعال در زندگی برای ما یک مشکلاتی میاره. این که دستش قطع میشه به خاطر چیه؟ الله متعال میدونه که اگه این دست قطع نشد دزدی دام پیدا میکنه. الان تخم مرغ میدوزه، فردا شتر میدوزه، پس فردا بانک میزنه، پس فردا میشه میلیارد دلار دکر نفت از دریا برمیداره گم میکنه، سرمایه کشور رو به دزدی میبره. همین میشه آخرش دیگه. الله متعال میفهمد و میبینیم که در کشورهایی که این حکم اجرا میشه، الان متاسفانه در خیلی از کشورهای اسلامی ما این حکم اجرا نمیشه. اون کشورهایی که اجرا میشه ببینیم آمار دزدی چقدر پایین رفته، چقدر مردم در امانت، در امنیت زندگی میکنن. مثلا در بلاد حرمین اون اجرا میشه الان. طلا فروشی درش باز کنار حرم، طرف میره نماز میخونه یا جرئت نمیکنه کسی چپ نگاه بکنه به طلا. چند کیلو طلا داخل مغازه ریخته. در کدوم کشور دیگه شما جرئت میکنید که با 6 تا قفل بلند شید برید نماز برگردید؟ الان الله متعال در زندگی بعضی وقتها میخوام به این موارد بیشتر اشاره بکنم. خیلی وقت ما در زندگی الله متعال ما رو بهترین بچه خلق کرده، دینش هم هیچ شکی در حکمتاش نیست. این سوال پیش میاد، ما در زندگی بعضی وقتا یکی مشکل پیدا میکنه، یکی مصیبت میبینه، یکی غربت میبینه، یکی فرزندش رو از دست میده، یکی عضوی از بدنش رو از دست میده، یکی مال نداره، یکی سلامتیش تحت شعاع قرار میگیره، یکی این مشکل براش پیش میاد، یکی اونطور میشه، یکی پول نداره، یکی خوشگلی نداره، یکی علم و فرصت علمی و پژوهش‌های علمی براش پیش نمیاد، یکی امنیت نیست براش، یکی خانواده نیست براش، یکی فرزند نیست براش، یکی خیلی از نداشته ها. وقتی که الله متعال بنده‌ای که اعتقاد داره که الله متعال حکیم است، هر کار الله متعال بر اوج و کمال حکمت است. یعنی چی؟ یعنی وقتی که الله تعالی خود بنده رو به بهترین وجه ممکن خلقش کرده و بهترین برنامه زندگی رو براش فرستاده، آیا بهترین حالت زندگی رو براش رقم نمیزنه؟ امکان نداره که اینطور نباشه. اما مسئله چیه؟ ما در بحث حکمت الله متعال در زندگیمون ما خیلی وقتا حکمت ها رو نمیفهمیم که حکمت از این چی بود. یه مشکلی میاد، یه مصیبتی میاد، الله متعال خیر ما رو میخواد. با توجه به اینکه حکیم هست، الله متعال عالم الغیب هست، الله متعال رحمان الرحیم هست، الله متعال بهتر از هر کسی و بیشتر از هر کسی ما رو دوست داره. مگر الرحمن الرحیم الله نیست؟ پدر بیشتر دوست داره و مادر بیشتر دوست داره ما رو، الله متعال کی بیشتر دوست داره ما رو؟ الله از هر کسی ما رو بیشتر دوست داره. قدرت هم داره و ثروت هم ولله خزائن السماوات و الارض، همه چیز مال الله تعالی است. عالم الغیب هم است، آینده ما رو خبر داره و در کمال حکمت همه کارهاش خارج از عدل نیست. عدل یعنی چی؟ نقطه مقابل ظلمه. ظلم یعنی وضع و شیء غیر محلی. یک چیز رو در جای نامناسب گذاشتن میشه ظلم، در جای مناسب گذاشتن میشه چی؟ عدل. الله متعال همه فعلش عدله، کارهاش هم بر اساس عدله، چون خودش هم ان الله یأمر بالعدل، خودش هم بر عدل حکم میکنه و به عدل ما رو امر میکنه. امکان نداره آنچه که الله تعالی برای من در زندگی من رقم زده غیر از حکمت باشه. یعنی چی؟ ساده تر بگم، من مشکل دارم، من سختی دارم، من مریضی دارم، من بیماری دارم، من غربت دارم، من مصیبت دارم، هر مشکلی که احساس میکنم دارم، یقینا ورای این مشکل حکمتی نهفته است که الله متعال اون حکمت رو برای من
برای سعادت من، برای فلاح من، برای این که من بازگردم به راه الله متعال، خوشبختی به من برسه، سعادت به من برسه، دیر یا زود اون رو به من، به صلاح من دانسته و با حکمتی که خودش میدونه در راه من قرار داده. اما ما برای اینکه به این حکمت ها دست پیدا بکنیم نیاز به نفس طولانی داریم، نیاز به عمر طولانی داریم، خیلی وقتا نیاز به صبر داریم، نیاز به استقامت داریم، نیاز به حوصله داریم. مشکل ما اینه، میگیم خب امروز کار من نشد. خب چرا نشد؟ خدا منو نمیخواد، من بدبخت، من بیچاره، من در به در، من بیچاره. شروع میکنیم به گریه کردن، شروع میکنیم به ناامید شدن. الله تعالی الحکیم، حکیم، مهربان، الرحمن الرحیم، الحکیم. فعل حکیم خالی از حکمت نیست. خیر منو میخواد. اگر یوسف علیه السلام وقتی افتاد در چاه میگفت ای بابا من بدبخت، نگاه کن برادرای خائن من چیکار کردن، بردنش فروختنش در بازار برده فروشان، برادرها فروختنش به برده فروشان، برده فروشان در مصر مثل برده فروختنش. زن عزیز مصر نتونست خودش رو کنترل بکنه در مقابل جمال یوسفی که تازه داشت یک کمی آرامش پیدا میکرد در غربت، طمع پیدا کرد، بعدم بهش تهمت زد، بعد انداختنش به زندان و 9 سال در زندان ماند. و باز در زندان هم که ما بعد از زندان باز برگشت، چی شد؟ عزیز مصر شد. بعد از چند سال؟ بعد از حدود 50 سال. 50 سال. عجیبه که دو تعبیر در سوره مبارکه یوسف، کلمه الحکیم از زبان یعقوب علیه السلام و از زبان یوسف علیه السلام در آیه 83 و 100 در سوره یوسف خیلی زیباست، خیلی درس ها داره برای ما. یعقوب علیه السلام وقتی که یوسف علیه السلام افتاد به چاه و رفت و گم شد، حالا از دید یعقوب علیه السلام یوسف رفته 30-40 سال بعد خوشسالی آمده، برادران یوسف مصر رفتن، برادر دیگه‌شون بنیامین رو گفتن بیارید. بنیامین برادر یوسف که تنها تسلای دل بابا بود، اونم رفت، اونم ماند. برادر بزرگم ماند. اون 3 نفر گم شدن. بلکه برگشتن گفتن که پسر تو به جرم دزدی گرفته شد. داستان همه میدونن عزیزان دیگه. چی فرمود؟ فصبر جمیل، من صبر پیشه میکنم. عسى الله ان یاتینی بهم جمیعا، ان شاء الله الله متعال خودش همه رو به من برمیگردونه، هر 3 تاشونو. انه هو العلیم الحکیم، او عالمه، اون حکیمه. الحکیم. یعقوب علیه السلام 3 تا از پسراش از دست داده، از گریه کردن نابینا شده و کور شده. الان چی میگه؟ میگه اون الله تعالی چیه؟ حکیمه. اگه بچهای من از من گرفته حتما یک حکمتی هست در این، یک حکمتی در این هست. این معنای حکیم در زندگی آوردن، یعنی این، یعنی صبر کردن، یعنی استقامت کردن، یعنی رضا به قضا و قدر الهی راضی شدن، یعنی اون چه که الله تعالی برای من رقم زده قبول بکنم. یوسف علیه السلام در پایان داستان چی میگه؟ 50 سال گذشت، مصیبت ها و سختی ها و غصه ها و نابینایی پدر و تهمت یوسف علیه السلام و چاه افتادن و فروخته شدن و 9 سال زندان و بعد چی میفرماید؟ که الله متعال من وقتی برادرها جمع شدن همه همدیگر رو دیدن، فرمود الله تعالی من خیلی لطف کرد بعد از اینکه شما رو آورد از راه دور پیش من، ان ربی لطیف لما یشاء. الله متعال خیلی لطف داره با اون چیزی که میخواد. انه هو العلیم الحکیم، اون علیمه و اون خیلی حکیمه، حکمت داره، میدونه که چیکار باید بکنه و چطور این کار انجام بده و چه زمانی انجام بده و چه وقتی انجام بده و به چه مقداری انجام بده. اگر یوسف علیه السلام به چاه نمیافتاد و اگر در بازار فروخته نمیشد و اگر در قصد تهمت زده نمیشد و اگر اون همزندانی نمیومد و خواب تعبیر نمیشد و اون اتفاقات نمیافتاد و عزیز مصر میشد. کل این مسیر حکیم الحکیم این مسیر رو در راه یوسف علیه السلام قرار داده بود تا یوسف علیه السلام رو چیکار بکنه؟ عزیز مصر بکنه. اما اگر یوسف علیه السلام در بین مسیر 50 ساله‌ای که 50 سال بعد عزیز مصر شد جزع و فضا میکرد، ناشکری میکرد، آیا مناسب بود؟ الحکیم وقتی که برای من میدونم که الله متعال الحکیمه، حکمت داره، صلاح من رو میخواد، خیر من رو میخواد، بهتر از هر کسی و بیشتر از هر کسی من رو دوست داره و قدرت داره و عزت داره و علم و غیب داره و خیر من رو میخواد. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم. الله متعال میفهمد خیلی چیزا شما دوست ندارید و نفع شماست. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم. خیلی چیزا هست شما دوست دارید به ضرر شماست. والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله میدونه شما نمیدونید. خیلی وقتا هست مصیبتی میاد. عزیزی زندان افتاده بود، خیلی ناراحت بود از نزدیکان، انقدر ناراحت بود به هر حال جرم نکردی یا انداختنش 3-4 ماه 5 ماه زندان بود، خیلی ناراحت بود. بهش گفتم ان شاء الله این حکمتی الله تعالی برای تو مقدر کرده
یک بررسی بکن در زندگی، یک حرکتی بکن در زندگیت. همون آدم از زندان اومد بیرون. باور میکنید که این آدمی که الان از زندان اومده بیرون با اون آدمی که قبل از زندان بود 180 درجه فرق میکنه. نماز خوندنش، عبادتش، روزه گرفتنش. من شرم میکنم پیش اون از عبادت اون. من عبادتهای اون رو میبینم از خودم خجالت میکشم. این آدم قبل از زندان اینطوری نبود. قبل از زندان اینطوری نبود اصلا. بعد از زندان شروع به حفظ قرآن کرده، شروع به دروس دینی کرده. الان دیگه خودش یک دعوتگره. و قبل از زندان لاوبالی. الان این حکمت های خیلی وقتا الله متعال در مسیر زندگی ما یک مشکلاتی قرار میده. یه بیماری میاد، یه مصیبت میاد، طرف همون بیماری سبب میشه که هدایت میشه. ما در همین تلویزیون خودمون نکاتی رو پخش کردیم که شخصی بیمار شده بود و بر اثر اوج بیماری دعا میکنه خدا اگه من نجات بدی من راه تو رو میگیرم. و اینه که الله متعال خیلی وقتها ما حکمت هایی رو که الله متعال برای ما قدر زده ما نمیدونیم حکمتش رو، ولی اقتضای اسم الحکیم اینه. من فقط ما کلیدهایی رو اشاره کردیم. ما موضوع رو اگه بخوایم بحث بدیم خیلی بحث داره. من خواهش من فقط از همه بینندگان و از خودم اینه که ما درباره این الحکیم بشینیم فکر بکنیم. الله متعال حکیمه. اگر در زندگی من یک چیزی کم شد، مشکلاتی پیش اومد، سختی های پیش اومد، من تلاشم رو میکنم و من سعی خودم رو میکنم، توکلم بر الله متعال هست، راههای اسبابی که برای من در زندگی هست پیش میبرم. اما وقتی که به نتیجه نرسیدم حتما یک خیری در این هست. حتما الله متعال برای مبنای یک حکمتی برای من خیرهایی رو در نظر گرفته که من الان نمیدونم. و ما اگر بخوایم الله متعال اینطوری هم نیست که بعضی میگن خب چه حکمتی هست. خب کدوم پادشاه اومده که تمام سیر تا پیاز تمام دستورات خودش و حکم خودش رو به تمام افراد رعیت بگه؟ نمیگه. مناسب اقتضای پادشاه این نیست. الله متعال هیچ وقت نمیاد تمام سیر تا پیاز حکمت‌های خودش یکی که به تمام بندگان بگه خب این به خاطر این کار شده. خب نمیشه، امکان نداره. برای هر بنده یک فرشته‌ای بفرسته. از بین میره، فایدهش از بین میره، لذتش از بین میره. و اما این رو ما یقین داشته باشیم که آنچه که الله متعال برای ما رقم زده این بهترین وضعیت ممکن برای ماست و حتما به خیر ماست و حتما به صلاح ماست، به شرط این که ما در چارچوب دین پیش بریم. تا وقتی در چارچوب دین پیش میریم هیچ قصه‌ای و غمی نخواهیم داشت. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. تشکر از تک تک شما عزیزان برنده که تا این لحظات با ما بودید. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران. ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني